آیا تا حالا توجه کردید که بدن ما قبل از هر بیماری با نشونه‌های کوچک و آرام با همون صحبت میکنه؟ بله، غیر بدن همیشه حرف میزنه، فقط ما معمولاً بهش گوش نمیدیم. امروز میخوام 9 علامت مهم رو براتون بگم که میتونن پشت پرده یک مشکل یا کمبود جدی در بدن باشن. اگه این نشونه ها رو دارید، بهتر جدی بگیرید. 1. تمایل شدید به خوردن یخ. یکی از عجیب ترین رفتارهای بدن همین هوس یخ خوردنه. خیلی ها این عادت رو یک سرگرمی میدونن، اما در واقع بدن داره به شما پیام میده من آهن کافی ندارم. فقر آهن باعث میشه بدن دنبال چیزهای سرد و سفت بره تا حس کمبودش رو جبران کنه. اگر مدام به سمت یخ میرید، بهتر آزمایش خون بدید. 2. حس سرمایه همیشگی. اگر حتی در هوای معمولی هم دستها و پاها یخ میکنه یا کل بدن سرد میشه، این میتونه نشونه کمکاری تیروئید باشه. غده تیروئید مثل یه ترموستات بدن عمل میکنه. وقتی کمکار بشه، بدن سوخت و سازش پایین میاد و همیشه احساس سرما میکنید. 3. لکه‌های سفید روی ناخن. شاید ساده به نظر برسه، اما این لکه‌های سفید میتونن پیام‌های مهمی داشته باشن: کمخونی، پرکاری تیروئید یا حتی مشکلات کلیه و کبد. بدن از طریق ناخن‌ها وضعیت داخلی خودش رو فاش میکنه. 4. زیاد شدن خالهای پوستی. اگر در مدت کوتاهی تعداد خالها یا لکه‌های تیر روی پوست بیشتر میشه، این میتونه نتیجه دیابت یا کبد چرب باشه. پوست بزرگترین آینه سلامتیه و اولین عضویه که نشونه ها رو آشکار میکنه. 5. حس بویی که واقعاً وجود ندارد. گاهی ممکنه بویی رو احساس کنید که واقعیت نداره. این موضوع جدی‌تر از چیزیه که تصور میکنیم. این علامت میتونه نشونه از سرطان، پارکینسون یا حتی تومورهای مغزی باشه. اگر این حالت تکرار میشه، حتما باید بررسی پزشکی انجام بشه. 6. چشمان همیشه پفدار. چشم‌ها یکی از اولین قسمت‌های بدن هستند که مشکلات داخلی رو آشکار می‌کنن. پف دائمی زیر چشم‌ها ممکنه نشونه مشکلات قلبی یا بیماری‌های کلیوی باشه، چون تجمع مایعات اغلب از همین نقاط شروع میشه. 7. کم پشتی و ریزش بیش از حد مو. ریزش مو همیشه فقط یک مشکل زیبایی نیست. وقتی آهن بدن پایین میاد، اولین جایی که واکنش نشون میده فولیکول‌های مو هستن. اگه موهاتون کم پشت شده یا ریزش شدید دارید، احتمال زیادی هست که بدن با کمبود آهن روبرو شده باشه. 8. گرفتگی بی‌دلیل عضلات. اگر عضلات بدون فعالیت سنگین یا بدون دلیل خاصی میگیرن و دردناک میشن، بدن داره فریاد میزنه پتاسیم هم کمه. پتاسیم برای انقباض و عملکرد عضلات ضروریه و کمبودش باعث گرفتگی‌های ناگهانی میشه. 9. دستان همیشه سرد. اگر در تمام فصل‌ها، حتی تابستون، دست‌هاتون یخ میکنه، این موضوع میتونه علامت کمبود ویتامین B12 باشه. این ویتامین روی جریان خون و عملکرد عصب‌ها تأثیر مستقیم داره. وقتی کم باشه، دست‌ها سرد و بی‌حس میشن. جمع‌بندی. بدن ما همیشه با ما حرف میزنه، اما ما گاهی در شلوغی روزمره صدای اون رو نمیشنویم. اگر یکی از این نشونه ها رو دارید، بی تفاوت از کنارش رد نشید. گاهی یک علامت کوچک میتونه از یک مشکل بزرگ جلوگیری کنه. پس مراقب بدنتون باشید، چون تنها جاییه که واقعی ترین حرفا رو به شما میزنه.